یه آموزش نوشیدنی خوشمزه با سیروپ نارگیل و وانیل. سلام، یه آموزش جذاب داریم. یه نوشیدنی خوشمزه با سیروپ نارگیل و وانیل دستساز که لینکش این بالاست، میتونید برید آموزش رو ببینید، درست کنید و باهاش نوشیدنی طراحی کنید. قبل اینکه بریم سراغ ساخت نوشیدنی، ساب لایک فراموش نشه، کانال رو دنبال کنید، کلی آموزش داریم. واسه ساخت این نوشیدنی سیروپ نارگیل و وانیل دستساز میخوایم، شیر نارگیل میخوایم، آب پرتقال میخوایم، آب آناناس میخوایم، پودر دارچین، لیوان، پیسالیس واسه گارنیش کردن. متدمون شیک استرینه. بعد میایم با دستگاه سایفون بهش کارتریج اضافه میکنیم و یه مقدار بافت فومی بهش میدیم. واسه ساخت این نوشیدنی داخل شیکر باید یخ بریزیم. سیروپ دستسازی که درست کردیم 3 CL میخوایم اضافه میکنیم. بچه این سیروپ فوق‌العاده است، من خودم سورپرایز شدم درستش کردم. حتما آموزش رو ببینید، درست کنید، خیلی خوشمزه است. آب آناناس 4 CL میخوایم. آب پرتقال 2 CL میخوایم و در نهایت شیر نارگیلم 2 CL میخوایم. از آب نارگیلم میتونید استفاده کنید، یه مقدار سلیقه‌ای میشه. شروع میکنیم مواد رو کامل به شیک کردن. بچه این کارم میکنم اگه یخم آب شده داخل نوشیدنی وارد نشه. کامل شیکش میکنیم. فوق‌العاده است. داخل دستگاه سایفون یا حالا به اسم خامه ساز میشناسیمش، به کمک یک صافی استرینر کلاسیک میتونیم استفاده کنیم یا هاتون. موادمون رو داخل دستگاه میریزیم، درشو به صورت کامل باید ببندیم. یه دونه کارتریج میخوایم که اضافه میکنیم، برمیگردونیم این کار رو انجام میدیم که گاز رو تا جایی که میتونیم به مایع تزریق کنیم. بعد 2-3 دقیقه میذاریم بمونه، بریم و برگردیم. لیوانمون رو آماده میکنیم. 2-3 دقیقه گذشت، گاز اضافه اینو خالی میکنم. داخل لیوانمون 3-4 تا تیکه یخ میخوایم و مواد رو به آرومی به لیوان اضافه میکنیم. واسه گارنیش کردن من از پیسالیس استفاده میکنم. اندازه گوجه است. اینم از گارنیشه خوشگل. یه نوشیدنی متفاوت، خیلی خوشمزه. پیشنهاد میکنم حتما تستش کنید. لایک، ساب یادتون نره، کانال رو دنبال کنید. آموزش‌های جدید و جذاب در راه هست. مرسی ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.